5 تا راز مهم روز مصاحبه دانشگاه فرهنگیان که حتما باید بهشون توجه داشته باشین. مورد اول پوشش مناسبه. بهترین پوشش برای خانم‌ها چادر و برای آقایون شلوار پارچه‌ای و پیرن آستین بلنده. رنگ مناسبی رو باید برای نوع پوششتون انتخاب بکنید. مورد بعدی اهمیت راهپیماییه. راهپیمایی‌های روز قدس 22 بهمن و سایر راهپیمایی‌هایی که توی سال برگزار میشه باید بدونید که توی شهرتون مسیر راهپیمایی کجاست، از ساعت چند شروع میشه و چه شعارهایی توی اون راهپیمایی در واقع داده میشن. همینطور نظر خودتون درباره فلسفه اون راهپیمایی رو هم مصاحبه‌گر ازتون میپرسه. مورد بعدی تسلط بر روی احکامه. معنی و مفهوم مرجع، تقلید، ولی، فقیه، استفتاء و یک سری سوال درباره احکام نماز، روزه، غسل هست که باید بدونید. همینطور تسلط شما روی احادیث و آیات هم خالی از لطف نیست. 2 تا مورد دیگر هم توی کپشن نوشتم که حتما اونا رو مطالعه بکنید.